بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق الله العظیم. برادران عزیز، خواهران محترم، روزداران گرامی، ماه مبارک رمضان است و در این ماه مبارک با استفاده از علم، از دانش و از تجربه دانشمندان علمای اسلام و خاطر استفاده درست از ماه مبارک رمضان یک سلسله برنامه ها را به هدف خیلی هم عالی، البته هدف استفاده درست از ماه مبارک رمضان گرفته شده است. قبل از همه من برای همه آن کسانی که این برنامه را در اختیار ما و شما گذاشتند تشکر میکنم و این را هم پاداش و اجرش را از خداوند تبارک و تعالی خواهانم. حالا امروز میخواهم بر دو نقطه اشاره کنم از ماه مبارک رمضان. نقطه اول این استقبال از ماه مبارک رمضان، چگونه استقبال کرده می شود، و نقطه دوم هدف، غایه، مقصد. اگر وقت گنجایش بدهد ان شاء الله پیرامون این دو نقطه همراه شما عزیزان صحبت میکنم و این را هم خاطر رسان کنم که این شبکه‌ای که حالا در اختیار دارید در آخر ساعت یا اینکه دقایقی را در اختیار ما و شما گذاشته شده است تا پیشنهادهای هست، یگان سوال و پرسش های هست داده شود و ان شاء الله برای پرسش ها پاسخ و پیشنهادها قبول کرده می شود تا در آینده در برنامه ها در روزهایی که در پیش داریم استفاده خوب از این برنامه شود. خب، ماه مبارک رمضان، ماه قرآن، ماه صیام و روزداری، ماه طاعت، قیام و تهجد، تقرب و نزدیک شدن و شایسته سازی در درگاه پروردگار عالمیان، ماه جهاد و پیکار، ماه صبر و دعا است. این ماه فرصت خوبی است برای تزکیه نفس، روح و تقویت ایمان. ماهی هست مبارک اگر فکر بکنیم با تمام معنایش. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، پیغمبر ما و شما میفرماید اتاکم شهر رمضان، برای شما ماه رمضان آمد، شهر مبارک، ماهی با برکت است، فرض الله علیکم صیامه، دقت بدهیم روزه داشتن این ماه را خداوند برای شما فرض گردانید. تفتح فیه ابواب الجنة، درهای جنت در این ماه باز کرده می شود و تغلق فیه ابواب الجحیم، و درهای دوزخ جهنم بسته می شود و تغل فیه شیاطین، یا اینکه مردت الشیاطین، در این ماه مکر و خب دسیسه و وسوسه شیطان ها بند کرده می شود، راه اونها گرفته می شود، یا اینکه شیطان ها، یا اینکه با روایت هایی که همون شیطان کلانی که بسیار خطرناک است، کلان همونها در بند کرده می شود. و فیه لیلة هی خیر من 1000 شهر، پیغمبر اسلام میگوید در این یک شب است که بهتر است از 1000 ماه، از 1000 ماهی که در او این شب نیست. حالا ببینید، دقت کنیم که میگه پیغمبر اسلام که من حرم خیرها
فقد حرم. هر کی از فیض و برکات و از احسان و از خوبی های این ماه یا اینکه این شب اگر محروم شد و این را از دست داد، پس اون محروم شده است. در روایت های دیگر میگه که اون بسیار زیان کرده است. پس این ماه همان گونه که در حدیث های صحیح داریم که اولی این ماه رحمت است و میانه آن مغفرت است و قسم آخری اون هم خلاصی از آتش دوزخ است، رهایی از جهیم و از سعیر و از عذاب دردناک دوزخ است. حالا ما در ماه رحمت، یعنی در قسم رحمتی از این ماه قرار داریم. در عموم که این ماه رحمتی است با اون چیزی که اشاره کرده شد از معنای حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم که به اون دلالت میکند. اما ما با در قسمت اول در دهه رحمتی از این ماه قرار داریم. اگر نقض دقت بکنیم این ماه به یک جشن، به یک انجمنی بزرگ میماند که چاره‌بینی های کلان در آن جای داده شده است و هر چیز در اون مهیا است. جهاد و پیکار با نفس، یک دکانی است که این چیز گذاشته شده است. صبر، حتی مصابره، حالا در باره‌اش انشاءالله صحبت میکنیم پایین‌تر. ریاضت و خودسازی، آزمون و مسابقه که هر یک شخص، هر یک انسان به اندازه شرکت و به اندازه اخلاص و نیتش و سعی و تلاشش از اون بهره‌ور می شود. از همه مهم این ماه، این جشن، این انجمن، این چاره‌بینی از طرفی آفریدگار عالم الله متعال ترتیب داده شده است. همه به آن فراخوانده شده است. یعنی این رحمتی که این ماه در ضمن خود دارد برای روزداران نه، برای تمام اهل زمین یک رحمتی از طرف پروردگار است و همه به این جشن دعوت شدند که در این اشتراک کنند. بندگان خدا در این ماه مهمان آفریدگار خودند و مسلمان ها را لازم است البته برای استقبال این ماه و حضور در این مهمانی آمادگی خود را داشته باشند. اون کسی که به خدا باور دارند و مسلمان می شمارند به اونها بیشتر لازم است که در این ماه آمادگی خود را داشته باشند. خب طبیعی هم هست که جشن و معرکه هر قدر کلان باشد، صاحب جشن، صاحب مقام و نفوذ بالای باشد، البته بیشتر آمادگی ها گرفته می شود و از خیلی پیش ها دعوتنامه ها فرستاده می شود، مهمان ها دعوت می شوند و البته اون جشن هم، اون چاره‌بینی هم با اندازه صاحب خودش آمادگی در او گرفته شده است و آن چیزهایی که در اونجا مهیا کرده شده است به قیمت خود صاحب جشن هست. حالا ببینیم مسلمان ها به خاطر حضور در این مهمانی از خیلی پیش ها آمادگی میبینند، خودشون آماده میکنند و زنها و خواهرها و مادران ببینیم اگر زن و خواهر و مادرهای ما و شما چند وقت پیش از آمدن ماه مبارک رمضان آگاهی میدهند، میگویند این ماه بزرگ آمده ایستاده است، آرد و روغن برای سحرخوری ها، این چیز و آن چیز را بیاره. میگن من یاد دارم میگفتن دیگه دهن فرزندکم و قاق نمونن، یک گاوی جوشو بیارید همین ماه را بگذرونیم. یعنی اینها یک نوع آمادگی هستند در خود مردم ما، در قوم ما، در منطقه ما. این یکی از چی میگنش همون فرهنگ است، یکی از عادتهای خیلی عالی است و این چیز در غیر تاجیک ها هم، در غیر قوم هایی که در آسیای مرکزی هستند، در دیگر قوم ها هستند. باز در اونجا دیگر چیزها هم علاوه هست، مثلا گذاشتن فانوس های شمعی، یعنی به صورت قدیمه، آراستن مساجد یا اینکه شمع ها گذاشتن در او جندروب و چینی از اونها. خب دیگر
بسیار عادت‌هایی هست که در دیگر جاها هم اینها را دیده می‌شود. البته این بهترین آمادگی برای رفتن به یک مهمانی است. ظاهرا اگر ما نگاه کنیم و ماها هم عادت داریم که به هر کجایی که بریم، به هر توی معرکه‌ای که دعوت می‌شویم دستی خالی نمی‌رویم. در اونجا هم یک چیزی رو می‌بریم. این نوعی آمادگی که حالا ما گفتیم خور روغن است یا اینکه خرید نخت لوبی و آرد و آز و قواری و دیگر هست، این انا همون دستی خالی نبودن در این مهمانی هست و این خودش در خودش نشانه یک خرسندی را دارد و قدر بزرگ داشتن این ماه را که به خاطر اون برای رفتن در اون حاضر در اون مهمانی در خودش جا دارد، در ذات خودش معنای اخلاص را دارد، تقوا را دارد که برای آمدن این ماه انسان تکان میخورد. یک مؤمن خودش را آماده میکند. ظاهرا خداوند عالمیان این ماه را، حالا ما درباره استقبال از این ماه گفته ایستادیم، خداوند عالمیان این ماه را ایام معدودات، روزهای به شمار نام برده است. یعنی روزهای به شمار با قدر و پرارزش. اگر دقت بکنیم از چند قدر پیش الکی شروع می شود آمادگی قدر کردن خب حضور در این ماه و در داخل اون آمادگی هایی که حالا پسون در قسمتی که غایه و هدف از این در این عبادت نهفته شده است اشاره میکنیم. البته چیزی مهمه که در اینجا برای ما هست و در این ماه گذاشته شده است، بهترین ذات، بهترین توش در این ماه حاصل کردن تقوا است. خدای منان میفرماید استعیذ بالله، آیه که تلاوت کردیم، ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام، برای شما روزه داشتن فرض یعنی مقرر شد، همان گونه که به پیش از شما بوده ها فرض و مقرر شد. خب اکنون غایش چی است؟ مقصد چی است از روزه داشتن؟ لعلکم تتقون، شاید که شما پرواکار، تقوادار و پرهیزگار شوید. حالا استقبال از ماه مبارک رمضان که در زیر او اخلاص، نیت، طاعت، خب قدر کردن این ماه، خب نشان دادن این که با همه واسطه، با آمادگی مادی، معنوی و همه چیز که ما از این ماه خوش هستیم و این استقبال میکنیم و هدفش غایه این ماه با اون عبادتی که در اون نهفته شده است این است که باید شما تقوادار شوید. یعنی این روزه برای شما روزه داشتنش مقرر شد، این خیلی نیست که برای شما باشد تنها، برای پیشینی ها هم بود، به خاطر این است که پرواکار، تقوادار و پرهیزگار شوید. این است غایه از ماه مبارک رمضان. پس این ایام معدوده، این روزهای برشمار، روزهای پرارزش بهترین فرصت هستند برای جمع آوری توشه و طوری که یادآور شدیم همون توشه چی؟ توشه‌ای که برای آن این امر یا که این حکم مقرر شده است، یعنی تقوا. این ماه بهترین فرصت است برای حاصل کردن تقوا، برای حاصل کردن پرهیزکاری، برای حاصل کردن پروا کردن از آفریدگار یکتا. حالا ما در مقدمه همین سخن اشاره کردیم که صبر و مصابره، حتی مصابره هم در روزه هست. حالا با این هم اشاره کنیم که در رمضان هم صبر است و هم مصابره. اگر این عبادت رو نگاه کنیم برخلاف دیگر عبادت ها با بس نکن ترک کن شروع شدگی است. مثل ما در این آخرها صدا بلند میکنیم، میگیم ظلم بس، حاکمیت خانوادگی بس، دروغ و فریب بس،
فروختن و از خود کردن مال و دارایی کشور و مردم و غیره و غیره، همه اینها بس. یعنی طبیعتی این عبادت برعکس دیگر عبادت هایی هستند. بسیار از عبادت هایی که هستند این است که بس، یعنی نکنید، ترک کنید. استعوذ بالله، خداوند میفرماید استعوذ بالله یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون. ای کسان ایمان آورده، صبر، پایداری کنید، البته در برابری ابتلاعات فردی، هوا و هوس نفس اینها، و صابروا، مقاومت پایداری در برابری، حالا نمیدونم دشمن میگیم یا حمله بیرونی، یعنی ابتلاعات فردی نه، اما تعدیات، هجوم، حمله بیرونی هم شما مقاومت پایداری را، یعنی پایداری کردن را هم نشان بدهید. با همدیگر پیوند و رابطه داشته باشید و از خدا بیم داشته باشید تا رستگار شوید. ببینیم اکنون حالا این امری که صبر و مصابره هست، غایتش این است که شما رستگار شوید. شما صبر و مصابره داشته باشید و ترسی از خدا، تقوا داشته باشید. برای چی؟ برای رها یافتن. این ماه را اکنون ببینیم. در آغاز از آسانترین بس ها شروع میکنند. همون بس هایی که ما گفتیم از آسانترین اونها شروع می شود. نخوردن، ننوشیدن، نآشامیدن، خب، و نزدیک نشدن با، یعنی تمتع، از همراهی با همسرها دور بودن از صبح تا شام. این آسان ترین همون بس های هست که ما در این امر میبینیم و این روزه هم، رمضان هم از اینها شروع میشود. اما این بس ها خیلی و خیلی زیادن و بسیار اونها هم مشکل هستند. حالا تصور کنیم یک نفر تنها نسواری باشد یا اینکه سیگاری باشد، برای او روزه گرفتن در طول روز چقدر مشکل است. بس کردن از اون عادتش. خدا اینو کرده یک معتاد یا اینکه یک میخواره، بس برای چنین، یعنی بس کردن برای چنین شخصها چقدر مشکلی دارد. تصورش میکنید؟ اون میگه که همون خودشون تصور میکنید. پس حالا میگم با بسر موضوع که اگر ما به همین آیین اسلام، به همین دین، به همین کش خودمون نگاه بکنیم، روح همین دین نه از نه آغاز می شود. بس است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگه که قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای مردم، شما لا اله الا الله، یعنی دیگر خداها را بس بگید. هر خدا، هر قوه، هر چیزی که هست اونها را بس بگوید، بعد شما چکار میکنید؟ رستگار میشه. حالا داستانی در این باره از طارق ابن عبدالله محاربی روایت میشود که من اولین بار پیغمبر را وقتی که از طائف می اومد دیدم که همین سخن را گفتن. اون پیش می رفت در نزد یک بازاری در اطراف بین مکه و در طائف بود یا در خیلی داخل طائف بود. با چنین حالتی یک مردی بود که میگفت یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای مردم، در دستش یک چیزی قیمت بها بود، یک چیزی بود یا خلطه بود، زیبا بود و در همون بازار همین صدا را میکرد که شما بگوید نه، نیست خدای، نیست معبوده، شما رها میابید، رستگاری میابید. ولی یک نفری دیگه بود که همواره او را آزارش میداد، همواره او را خب تعدی میکرد، میزدش و میگفتش که دیگر چیزی نیفتی که این راه را پیش گرفته ای. پس رفتم میگه پرسیدم که این کی است؟ گفتن این از یتیم های عبدالمطلب هستن، یعنی محمد پسر عبدالله هست.
و میگوید که من پیغمبرم. اون کسی که تعدی و آزارش میدید اون کی است؟ گفتن اون عمکیش است، همون خب عبدالعزاش میگفتن یا ابولهبش میگفتن همون است. ببینید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مردم همواره میخواست که قولوا لا اله الا الله، یعنی بگوید نیست، نه خدای دیگری نیست، معبودی دیگری نیست، قدرتمندی دیگری نیست، همه همینها تا شما رستگار بشوید. چون که استاد سید عبدالله نوری رحمت الله علیه میگفتن خیلی همین لا اله الا الله در ذات خودش همون سیاست است. اکنون اینجا برای چی را به این اشاره کردم؟ چون که ما خواهیم نخواهیم به طرف همون سیاست، مثل همون کسی که داستانی همون کهی که میکند و دیگر را میکند، باز با همین پوش میشیم. اگر نقص دقت بکنیم، همین حالا بلایی که به سر ما آمده است، البته بلا را امتحان بگیریم در اینجا، یگان چیزی وزمین و مشکل نه، از همین بس ها هست. یک بار دقت بکنیم، حقوق پایمال کنی ها در کشور میگفتیم بس، مسجد بندی ها بس، دست به حجاب خواهر و مادرها زدن بس، دست به داخلی نمیدونم شلوار یا به دیگر جاهای آدم ها زدن و غیره و ها کذا بس. همین بس هایی بودن که ما به این امتحان و به این مشکلات آمدیم. و این موضوعش موضوع علاهده است، موضوعی که حالا با او اشاره می شود، شاید در رفتی انشاءالله صحبت های آینده با اون اشاره شود. خب موضوع ما رمضان، تأثیری تربیوی او، تأثیری سازندگی او، شایسته سازی او بر افراد و بر جامعه است، با آن چیزی که ما اشاره کردیم و آمدیم. یعنی طبیعت این عبادت الهی برعکس بسیاری از تکلیف ها و عبادت های دیگر با بس ها شروع می شود، نه ها شروع می شود. بنابراین مثال هایی را که بودیم به خاطر اون است که بدونیم این بس هایی که ما میگیم چیزی عادی نیستن. عادی ترین و سبک ترین اونها همون نخوردن، ننوشیدن و نزدیک نشدن با همسرها هست. باقی مانده بس ها در خودشون مشکلاتی زیادی را دارن. حالا ببینیم این بس ها چی ها هستن. خود را نگه بدار، دستت را، زبانت، چشمهات، گوشهات، همه اعضای بدنت از بدی نگه بدار، از بدی دور باش. بس نه در تحت این عبادت گرفتش دست روح این عبادت، معنای این عبادت انا همین است. از همه مهم دل را، قلب را از گمان، از کینه، از بدی توزی، از همه اینها خالی کردن، بس نه گذاشتن. خب برای همین بود همون که گفتیم به اشاره به هر گونه امکنیم باز به همون سیاست برمیگردیم. برای همین بود که دیگه سران قریش در ابتدا و بعد از او دیگر حاکمان، از جمله این همین خب پیشوا هست در ناخونک یا اینکه حاکمی آیلویه که در تاجیکستان ما هست، این خوب درک میکردن که این بس ها همون چیزهایی هستن که برای طبیعت اونها خوش نمیاد، برای حکومتی استبدادی و دیکتاتوری اونها سازگار نیست، برای در عموم آن چیزی که اونها میخوان سازگار نیست. این خوب درک میکردن، برای همین مخالفت نشان دادن. خب دیگر این امر، این روزه برای شیطان هم سنگین است. اولین سنگینش این است که او در حبس کرده می شود، او در بند کرده می شود.
وقتی که او در بند کرده می شود انسان یک مؤمن قوه ایمانی خودشه، قوه احکام و فرمان، اطاعت از شریعت، محبت و علاقه با خدا، با پیامبر، با وارثان پیامبر غالب میشوند، پیروز میشوند. نفس تنها میموند. در اون حالت نفس مغلوب میشود و آغاز میکند انسان از حضورش در مساجد، از حضورش در نمازهای زیادتی. حالا بحثا بین 8 رکعت و 20 رکعت نمیدونم 40 رکعت نماز است و بسیاری از بزرگان درباره این تراویح و این شب زنده داری های ماه مبارک رمضان بر این فکرند که این باید بر طبیعتی خود انسان ها وادار کرده شود. یعنی انسان خودش میخواهد 100 رکعت بخواند، میخواهد تمام شب را خواب نکند، میتواند خواب دیگر بیشتر و بیشتر از اینها استفاده ببرد و این کار میشود چون که دیگر عقل، علم، ایمان، عقیده، اخلاص، علاقه با دین، با شریعت، با خدا، با وارثان پیغمبر بیشتر می شود و نفس که کمک کننده او شیطان بود احیانا او تنها میموند و مغلوب می شود. این اصلا آثار خواب تربیوی یا اینکه آثار این عبادت که تأثیرش در انسان میگذارد گذاشته می شود. خب پس استقبال از ماه مبارک رمضان با هر نوعی که باشد اون خب دیگر نشانه ایمانداری و اخلاص است و هدف و غایه هم از رمضان دوستان عزیز این چی از تقوا حاصل کردن است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.